بفرمایید. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما با همدیگه وارد سوره مبارکه حمد شدیم. سوره مبارکه حمد رو شماها خوندینش. بعد راجع به چی صحبت کردیم؟ راجع به این گفتیم که سوره حمد از ما یه چیزی میخواد. از ما میخواد که خوب دور و برمون رو ببینیم، دنیای اطرافمون رو ببینیم، زیبایی هاش رو ببینیم و خدا رو شکر کنیم به خاطر این همه زیبایی. اومدیم جلسه قبلیمون راجع به این حرف زدیم که زیبایی ها ممکنه دیدنی باشن، شنیدنی باشن، بویدنی باشن، لمس کردنی باشن. راجع به انواع و اقسام زیبایی ها حرف زدیم. بعد یه تکلیف داشتین شما. قرار بودش که خوب ببینید و یه چیزی که خیلی به نظرتون زیباست، خیلی قشنگه، بیاین اکسپلینش بکنید، دیسکرایبش بکنید، توصیف بکنیدش، راجبش حرف بزنید، بنویسید. این خیلی مهمه که ما بتونیم به جزئیات یک چیزی خوب دقت بکنیم، خوب ببینیم. سوره مبارکه حمد از ما اینو میخواد. قراره که ما تمرین کنیم خوب دنیای دور و برمون رو ببینیم. و یک کاری هم من امروز از شماها خواستم انجام بدید. علاوه بر این که شماها قرار بود که خوب ببینید و خوب توصیف بکنید و بنویسید، یه وقته نیازه که ما این زیبایی هایی که دور و برمون هست و حتی همه چیزایی که دور و برمونه اگه خوب ببینیم میتونیم بفهمیم که چه استفاده‌ای بر ما داره. وقتی خوب به یک موضوعی رو نگاه میکنیم میتونیم سوالای خیلی خوبی هم بپرسیم. وقتی خوب و دقیق به یه چیزی نگاه میکنیم. حتما شماها همتون توی زنگ ساینستون، توی علومتون اینو تجربه کردید. تجربه کردید که اومدید مثلا یک آزمایشی رو انجام دادید یا یک دونه یه چیزی رو اومدید یه کاری رو یه فعالیتی رو یا یک چیزی ساختید. وقتی تونستید خوب بسازید که خوب تونستید اونو ببینید، تونستید مثلا ابزاری که دارید، وسایلی که در اختیارتون هست، مثلا دارم میگم ممکنه کاغذ داشته باشید، ممکنه مثلا چوب داشته باشید، ممکنه خیلی چیزا داشته باشید، ولی کسی میتونه اونو به یک وسیله خیلی خوب تبدیلش بکنه که بتونه اونا رو خوب ببینه، بتونه جزئیاتش رو ببینه، بتونه ببینه که چطوری میتونه اونو تبدیلش کنه به یه شکل خیلی خوب. خب و یه موضوع دیگه، امروز من به شماها یه فایلی نشون دادم، با هم دیگه یه فایلی رو دیدیم، یه تصویری رو دیدیم و من ازتون خواستم که شماها برای این تصویری که اینجا داریم میبینید اول خوب نگاهش بکنید، بعد ببینید کسی میتونه خوب ببینه و تمرین بکنه خوب دیدن و که بتونه سوالای خوبی هم بپرسه. آدمایی که سوالای خوبی میپرسن از یک چیزی که دیدن یعنی خوب دیدنش. از شماها خواستم این تصویر رو خوب نگاهش بکنید، ببینید چه سوالایی میتونید بپرسید. سوالایی که پرسیدید برای خود من خیلی جالب بود. مثلا یکی از شماها پرسید توی این تصویر چه چیزی از همه خیلی کوچیک‌تره. برای خودم جالب شد چون یادم نمی اومد دقیقاً کدومشه که از همش خیلی ریزتر و کوچیک‌تره. من داشتم مثلا به این ذره های دود فکر می‌کردم، بعضی از بچه‌ها داشتن به این حبابای ماهی فکر می‌کردن، بعضیا به این سنگایی که ته این آکواریوم هست داشتن فکر می‌کردن و بعضی از بچه‌ها به این حالا یا تلفن یا ریموت کنترلی که این وسط هست داشتن فکر می‌کردن. ما وقتی که سوالای خوب می‌پرسیم یعنی داریم تمرین می‌کنیم که خوب ببینیم، یعنی همون چیزی که سوره مبارکه حمد از ما میخواد. خب حالا میخوام چی کار بکنیم؟ برای این هفته تکلیف شماها اینه. Your homework for the next session. تکلیفتون اینه بچه ها، خوب گوش کنید. میخوام که این هفته ببینید که دور و برتونه که نگاه میکنید چه سوالایی به ذهنتون میرسه، چه سوالایی خوبی از محیط دور و برتون دارید یا سوالایی که اصلا سر کلاساتون براتون پیش میاد. میخوام اون سوالهایی که براتون پیش میاد توی این هفته رو سوالاتون رو بنویسید.
مثلا ممکنه که شما برید یه جایی، یه سری سوال براتون پیش بیاد که مثلا یه درختی رو دارین میبینین، براتون این سوال پیش میاد که وا این درخت چقدر زیباست، این درخت اسمش چیه، این درخت چند سال عمر میکنه. سوالای مختلفی که راجبش برات توی ذهن شما به وجود میاد. یا اصلا یه درخت رو که میبینید چه سوالایی به ذهنتون میاد؟ چرا از تنش برگ در نمیاد؟ سوالهای مختلف و قشنگ بپرسید، سوالهایی که نشون بده شماها خیلی خوب دیدین اون چیزو و خیلی خوب میتونید سوال بپرسید. پس تکلیف شماها برای این هفته اینه: دور و برتون رو خوب ببینید چه سوالایی به ذهنتون میرسه از دور و برتون، چه چیزایی رو دوست دارید راجع به محیطتون بدونید. سوالاتون رو بنویسید و ثبتش بکنید. قراره که هفته دیگه که دوباره کلاس داریم، یعنی جلسه بعدی که دوباره کلاس داریم، سوالایی که طرح کردین رو بخونیم، چون ما قراره که تمرین بکنیم خوب ببینیم. یکی از چیزایی که به ما کمک میکنه خوب ببینیم اینه که سوالای خوب بپرسیم. کسی میتونه سوالای خوب بپرسه که خوب دیده باشه دور و برشو و براش سوال پیش اومده باشه. خب الان همه فهمیدن تکلیفتون چیه برای هفته دیگه؟ مرسی از همگی، ممنون. تمام. همه متوجه شدن؟ هر کی فهمید دستش بیاد بالا. تکلیفتون رو فهمیدین؟ یس؟ ایلیا فهمید؟